روز یکم ایول در مسجد دهه نوجی شهر حصار مراسم جنازه هنرمند شناخته بختیار رحیموف با شرکت همپیشگان و اهل هنر تاجیکستان برپا شد. دل این هنرمند 57 ساله و شرکتدار گروه هنری غریب شد در لحظه های از کار ماند که برنامه نوبتی هنری اش را برای تماشابینان در آسایشگاه شاهنبری معرفی میکرد. تشریف خلیلوف، یک دوست و همکار سابقه‌دار بختیار رحیموف، در صحبت با رادیو آزادی گفت او از درد دل و بیماری قند رنج میکشید. او لحظه آخر زندگی بختیار رحیموف را چنین تصویر کرد. گفت مازم نیست، نوروزی برادر ما تصویر دلم میسوزه دیگه. در او خورده در اون سالای میزایی که میشینیم در افتاکی خوش کردم. ما اومدم بالای سر با دکتر اومدن چی گپ شد تو کل کردن چند تا دولنی پس فشار خیلی پس بودن. این دویم دولنش بلند که بود دوروی برای دولن پاک کردن میخورد. این دولن خودش فشار پس ده تا دوری با فشار پس میخوره بود. اصلا میگیریم که یک بار با پس میشم. خیلی خدا گفت خلاص گپ آخرام بار سه گپ گفت سه گپ گفت. مردن شما هم هیچ نکردیم. همه گفت که لارو دا تست هم گفت که نفس نمیرسه سه برو نفس نمیرسه نفس نمیرسه گفت سه برو هم نگفت. دوستان هنرمند و هوادارانش در شبکه‌های اجتماعی مرگ نابهنگام بختیار رحیموف را تلفات بزرگ هنری حجو و طنز دانستند. بختیار رحیموف با نام غریب شو معروف بود. سالهای زیاد در صحنه اساساً در ژانر حجو هنرنمایی میکرد. با گفته دوستانش طنز و خوشگویی و به ویژه در سالهای اولی بعد از جنگ شهروندی سالهای 1992-97 تاجیکستان مردم را روح بلند میکرد و اراده زندگی را با آنها برمیگرداند. تشریف خلیلوف هم گفت اسم غریب شو هم مقصدی به هم آوردن دوستان پراکنده و غریبان را هدف قرار داشت و بختیار هم توانست برای انجام این رسالت زحمت بکشد.